وای اوه این دیگه چی بود؟ وای قرار بود اولین ماجراجویی خیلی ساده و مختصر باشه استاد. اولین ماجراجویی ما خیلی مختصر و ساده خواهد بود. هدفمون یک کرم عظیم الجثه معروف به اژدهاست که سالها قبل با یه طلسم به خواب فرو رفته و ما باید اونو بیدارش کنیم؟ بله، استاد اون ما رو نمیکشه؟ احتمالش هست ولی باید مراقب باشیم. آخه میدونی استاد من یه مقداری استرس دارم، میترسم دیگه نتونم برگردم دهکده. چرا؟ دلیلش به خودم مربوطه. دلیلش با سین شروع میشه با نون تموم میشه. خیلی آدم بی جنبه هستی سام، من دیگه با حرفی ندارم. من که چیزی نگفتم. میشه فقط چند لحظه دهنتون رو ببندید؟ رسیدیم؟ این کرمه کجاست پس؟ الان دقیقاً زیر پای ماست. اوه یه مقداری مورمور کننده است. ترس نداره، اونم یه موجود چندشاور مثل خودتونه. امیدوارم. شروع کنید بالا پایین پریدن. محکم پاتون رو به زمین بکوبید. وا این دیگه چیه؟ مواظب باشید. دنبال من بیاید. هوی اژدها، کرم، با تو هم. متوجه حرفای من میشی؟ میخوام بهت یه پیشنهاد بدم. مثل اینکه متوجه میشه. استاد چرا کشتیش؟ اوه ببخشید، نمیدونستم اون بابای تو بود. ولی استاد مگه نمیخواستید باش صحبت کنید؟ وقتی تو بد موقع شروع به حرف زدن کردی اون ترسید و میخواست ما رو بکشه. من نمیخواستم. اونجا رو ببینید. فرار کنید. دارم به همون میرسم. چیکار کنیم الان؟ حالا شد. خب خدا رو شکر، فکر میکنم همین بود، دیگه برگردیم. کجا؟ تازه شروع شده.
ساختار ذهن بشر به گونه‌ایه که میتونه حواسشو از یه موضوع به موضوع دیگه منحرف کنه. نیاکان اولیه ما در محیطی خطرناک زندگی میکردن و برای حفظ بقا مجبور بودن مدام اطرافشون رو زیر نظر داشته باشن. به این صورت بود که ما از نسل اونا باقی موندیم. افراد سر به هوا نتونستن زنده بمونن و طبیعت به اونایی که از اطرافشون غافل نبودن قابلیت ارزیابی مداوم محیط رو هدیه داد تا به صورت خصلت بشری در بیاد. اطلاعات و کارهای فرعی باعث میشه ذهن به شکل پرنده‌ای در بیاد که بال و پرهاش چیده شده و دیگه نمیتونه به خوبی پرواز کنه. چی قراره ازتون باقی بمونه؟ اینکه چقدر وقتتون رو هدر دادید و چند تا بچه بی ارزش مثل خودتون پس انداختید؟ اما استاد این اشتباهه. تولید مثل در درون همه ما به عنوان یک خاصیت اجباری قرار گرفته. برای ساختن فرزند باید اول خودتون رو بازسازی کنید و نیرومند بشید. وظیفه ما فقط ساختن یه موجود دیگه مثل خودمون نیست، بلکه باید به دنبال خلق یه موجود برتر باشیم. برای نیرومند شدن باید با تنهایی و انزوا روبرو شد. باید لایه‌های عمیق ذهن رو کنار زد و یک وجود برتر رو پایه‌گذاری کرد. ولی استاد کنار اومدن با این چیزا خیلی سخته. یعنی تو نمیتونستی چند لحظه دهنتو ببندی تا این حرف جذابم تأثیرگذار بمونه؟ سعی کنید به چیزی فکر نکنید و فقط به روند نفس کشیدنتون تمرکز کنید. هر موقع ذهنتون شروع به پرسه زدن بین چرت و پرتایی تو مختون کرد، فقط به خودتون یادآوری کنید که از تمرکز روی نفس کشیدن منحرف شدید. تا کی قراره اینطوری بمونیم؟ نمیدونم. استاد گلاب به روتون، من دستشویی دارم. این دیگه بوی چیه؟ ای لعنت بهت. حالا باید به کمک حواس شنوایی و لامستون قلمرو حدودی این صخره رو در ذهنتون ترسیم کنید تا حین مبارزه سقوط نکنید و کشته نشید. با توجه به شکل صخره میتونید اونو به عنوان یه مستطیل در نظر بگیرید که هر کدومتون در نقطه‌ای ازش ایستادید. این خیال استاد، این دیگه چه سمیه. همه سر جاشون متوقف بشن. من در بخش غربی مستطیل قرار دارم. شما هم موقعیت ذهنیتون رو اعلام کنید. من فکر میکنم که باید توی بخش شرقی مستطیل باشم. مگه مثلث نبود؟ خب من الان بخش غربی صخره هم. من الان دقیقاً باید وسط صخره باشم. احمق زمین رو لمس کن. اون قسمت متقلقل صخره نزدیک پرتگاهه. کمک!
اعتماد به نفس از رویارویی با ترس هاتون ایجاد میشه. کسایی که به دست خودشون میمیرن شیب احساساتشون رو تا انتها تعقیب میکنن. یک جنگجو مثل افراد دیگه نیست. اون فقط روی 2 چیز تمرکز داره: نظم و استمرار. پس اگه میخواید جنگجو بشید باید بر اولین دشمن یعنی ذهنتون غلبه کنید. چرا زره جنگی خوب نیست استاد؟ اون فقط یه مانع سنگینه که جلوی تحرک و مانورتون رو میگیره. استاد ما میخوایم توی مأموریت‌ها زره تنمون کنیم. بله استاد، این تصمیم نهایی ماه. شاید اون پشت 2 تا بتونم پیدا کنم. برای یه مرد مبارزه در راه حفظ شرافت و ناموسش مهمه، اما در برابر حفظ باسنش هیچی نیست. استاد تمومش کن لعنتی. شما احمقا میتونید تو این مبارزه از باسنتون دفاع کنید ولی شکست میخورید. اگه میخواید به دشمن غلبه کنید باید قید داشته هاتون رو بزنید. شما باید یاد بگیرید احساساتتون رو کنترل کنید. داخل مبارزه در عین هماهنگی باید مستقل باشید. توی خیلی از مواقع تصمیم اخلاقی در همراهی و اطاعت نیست. ولی استاد مگه تصمیم اخلاقی اطاعت از شما نیست؟ اطاعت بیچون و چرا چطور میتونه اخلاقی باشه؟ اگه اینطور بود سگ میتونست خیلی اخلاقی تر از انسان تربیت بشه. اما داخل قلعه فرمانده همیشه تاکید میکرد که باید تحت هر شرایطی اطاعت کرد. خیلی از افراد فقط به شمار سالهای زندگیشون اضافه شده. تجاربشون پشیزی ارزش نداره. هرگز نمیشه به عنوان مرجع بهشون اکتفا کرد. شما که توی این چند روز همه چی رو نفی کردین. احساسات، افکار، داشته ها و حالا هم تجربه. پس به چی باید اکتفا کنیم استاد؟ یک تصمیم عقلانی میتونه بهترین گزینه باشه. اما به همین سادگی نیست. ممکنه گاهی اوقات تصمیم عقلانی خسارات زیادی داشته باشه. زندگی کردن آسون نیست. مردم به دلایل زیادی کارهایی رو انجام میدن که اشتباهه و مهمترین دلیلش هم احساساته. استاد چرا دارین انقدر روی احساسات پافشاری میکنید؟ چون دلیل این که ما الان زنده اینجا نشستیم همینه. اون شب داخل تالار اجتماعات وقتی درباره اعدام کردن ما داشتن صحبت میکردن و سامون حرفا رو زد، همه اونا ترس و وحشت رو احساس کردن. با اینکه گفتن تصمیمشون بر اساس عقلانیته ولی تماماً احساسی بود. و اغلب همه پرسیایی که صورت میگیره اینطورن. هر انسان در شرایط خاص تحت تاثیر احساساتی مثل وحشت خاصیت انسانی خودش رو از دست میده. ولی آیا همچین موجودی هرگز میتونه تبدیل به یک وجود برتر بشه؟ باید چی کار کرد؟ یعنی چطور میتونیم مردم متقاعد کنیم که تصمیم عقلانی بگیرن؟ حقایق رو بگید و آگاهشون کنید. هرچند مطمئن باشید که کشته خواهید شد. من میرم داخل گردباد. سعی کنید تا وقتی برگردم زنده بمونید. چی؟ بیخیال. واقعا رفت داخل گردباد. حالا باید چی کار کنیم؟
وای اون داره میاد سمت ما. آرش، ما نباید فرار کنیم. ها؟ بعد اون همه تمرین یعنی نمیتونیم با اینا مبارزه کنیم؟ تو رو خدا به قیافه هاشون نگاه کن، شبیه استفراغن. همراه من بیا. این دیگه چی بود؟ وای! قرار بود اولین ماجراجویی خیلی ساده و مختصر باشه استاد. من فکر میکردم شماها 40 روز تمرین داشتید. استاد شما به ما روبرو شدن با شرایط آخر و زمانی رو یاد نداده بودی. اصلا چطوری اون گردباد یهو شکل گرفت؟ ما یه موجود ماورایی رو بیدار کردیم. این خودش یه فعالیت محرکه. اون موجودات از کجا پیداشون شد؟ نمیدونم. از هر جایی ممکنه و از هر زمانی. کارمون اینجا تمومه. بریم سراغ ماجراجویی بعدی.